صفت خداوند نشانه مهربانی بی‌نهایت اوست؟ کدام صفت فقط مخصوص خداست و هیچ کس دیگر آن را ندارد؟ خداوند چند اسم نیکو دارد که در قرآن آمده است؟ این سوال رو شما جواب بدهید. کدام یک از این نام‌ها در اسماء الحسنا نیست؟ آیه الله نور السماوات و الارض در کدام سوره است؟ در قرآن چه کسانی در روز قیامت از سایه خدا بهره مند می‌شوند؟